اگه که اون ساعت لعنتی خاموش کنه نمیخوام بلند شم، خوابم میاد. خب مثل اینکه چاره ای نیست دیگه، باید بلند شیم. میدونین اگه میتونستم نخوابم خیلی خوب میشد، ولی ضرر داره دیگه، چی کار میشه کرد؟ اگه سیستم بدنم یه جور بود که اصلا به خواب نیاز نداشتم خیلی خوب میشد، ولی نیاز دارم. بریم ویدیو امروزم شروع کنیم. همون جوری که از تایتل این ویدیو خوندی و موضوعش رو میدونی، قراره بدونیم اگه هیچ وقت نخوابیم چی میشه. میدونین گاهی اوقات آرزو میکنیم که کاش هیچ وقت به این مبارزه صبحگاهی دست و پنجه نرم نمیکردیم که مجبور باشیم از خواب بیدار شیم. ولی اگه هیچ وقت به رخت خواب نمیرفتین چی؟ یا اگه فهمیدین چجوری همیشه خودتون رو بیدار نگه دارین چی؟ چقدر میشه دو مرده نخوابید؟ آیا بازم میتونیم کار کنیم؟ دقیقاً چه اتفاقی برای بدن میفته؟ اینجا چی میشد اگه و چی میشد اگه هیچ وقت دیگه نمیخوابیدیم؟ ببینید، من قبلا یه ویدیو درست کردم در مورد اینکه چی میشه اگه برای یه هفته نخوابیم. اگه ندیدیش برو بده. چند بار شده که برای پایان رسوندن یه پروژه به وقت بیشتری نیاز داشته باشین، یا آماده شدن برای یه قرار ملاقات، یا اصلا لذت بردن از یه روز تعطیل. اگه فقط خواب و از برنامه روزانه خودتون حذف کنین، دیگه کل 24 ساعت روز رو میتونین استفاده کنین و حالا میتونید به تمام وقتهای از دست رفتتون برای کاری انجام نداده برسید. بابا دیگه چند تا خمیازه و کمی خستگی جوزی که دلیل خوبی برای خوابیدن نیست که، ولی به نظر میرسه که دلایل خوبی برای خوابیدن وجود داره. یه آدم عادی به طور متوسط یه سوم عمر خودش رو تو رخت خواب دراز کشیده، چشاشو بسته خروپف میکنه، راحت خوابیده. به نظر وقت تلفی میاد نه؟ برای شما آره، ولی برای بدنتون نه. زمانی که خوابیدیم بدن میاد و هورمون‌ها رو ترشح میکنه، بافت‌ها رو ترمیم میکنه و سلولای مرده رو جایگزین میکنه. اگه تو اون روزم ورزش میکردین، بدنتون به خواب نیاز داشت تا عضلاتتون رشد کنه و چربی سوزی بشه. خب حالا نمیخوابیم چی میشه؟ خب اولش که سخت نیست، بعد از 24 ساعت کلا احساس خوبی داریم. در واقع خیلی احساس خوبی داریم. دلیلش هم به خاطر اینه که بیخوابی مسیر مزولیمبیک مغز شما رو تحریک میکنه و خب این اتفاق باعث آزاد شدن دوپامین میشه و شما احساس شادی و انرژی میکنید. ولی فریب این انرژی و شادی رو نخورید، چون که خوشبختی طولانی نیست و به زودی بعد از 24 ساعت تمام واکنش‌های بدن شما کند میشه. البته واکنش‌های خودتون هم کند میشه. مغزتون شروع میکنه به فراموش کردن کارهایی که انجام دادید. در واقع حافظه کوتاه مدتتون یه نرمه ارور میده. و خب ظاهرا اینجوری به نظر میرسه که شما مستید. صبر کن ببینم کجا بودم. فهمیدم. حالا 2 روز بدون خواب چطوره؟ بدنتون شروع میکنه به یه جور خاموش شدن، چون متابولیسم گلوکوز بدنتون متوقف میشه و شما رو بدون منبع انرژی تنها میذاره. خیلی رنگ پریده به نظر میرسین، مثل یه شخصیت از قرون وسطا. چشاتون قرمز میشه و والدینتون فکر میکنن چیزی کشیدین. و خب یه خبر بد برای اونایی که به زیباییشون اهمیت میدن. چین و شروکاتون بیشتر خودشون نشون میدن و خب بعد از 3 روز نخوابیدن اون اتفاق خوشی میاد. توهم زدن با گشنگی خواب مغزتون تمام رویاهاتون رو و کابوساتون رو زنده میکنه. تو 72 ساعت بعدن شروع میکنه به تجزیه پروتئین خودش، اونم از ماهیچه هاتون. پس با تمام اون چیزی که توده‌های عضلانی که براش خیلی زحمت کشید برای ساختنش، باید خداحافظی کنه. خداحافظ سیکس پک، خداحافظ پشت بازو و خداحافظ جذابیت. بدنتون پی در پی تمام انرژی که میتونه پیدا کنه میگرده و استفاده میکنه. گلوکوز باقی مونده، مایچه هاتون، چربیا و همینطور بافت‌ها. بعد از حدود 2 هفته سیستم ایمنی شما اینقدر ضعیف شده که ممکنه فقط با یه سرماخوردگی عادی بمیرین و خب اون تهش در نهایت در اثر حمله قلبی خواهید مرد. حالا اگه یه خورده عضله یا چربی اضافی هم رو بدن خودتون داشته باشین، 1-2 روزی بیشتر زنده میمونید. ولی حالا به هر حال این کارو تو خونه انجام ندین. پس برای خودتون یه بالش بردارین، سرتون رو راحت بذارین روی بالش و اجازه بدین که بدنتون خودشو بسازه. و اگه به نظر میرسه که همیشه خستین، همیشه مطمئن بشین که 6 تا 8 ساعت در شبانه روز میخوابید. ولی یادتون باشه برای یه خواب سالم نیازه که شما سر ساعت خوبی هم بخوابید. منظورم ساعت حداقل 10 شب و حالا نهایتا 12 شب به بعده، چون این زمانی که بدن میاد و اون مواد مغذی لازمش رو و اون محرکایی که لازمه رو اجرا میکنه و بدنتون اون انرژی رو به دست میاره. اینجا چی میشد اگه و منم مایه هستم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگه نظری دارید حتما کامنت کنید. مرسی از همه دوستانی که منو حمایت میکنن و باعث میشن که ویدیوهای بعدی رو
بسازم. تو راستی اگه آدم جدیدی هستی حتما من رو ساب کن تا از ویدیوهای بعدی من غافل نشی. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.